به اولین شب از 1001 شب خوش اومدی. جایی که شهرزاد با قصه‌هاش تاریکی رو عقب میزد و زندگی رو ادامه میداد. امشب هم با یه حکایت تازه کنار همیم. پس بدون معطلی بریم سراغ شب اول و داستان اول شهرزاد. بازرگانی بود که دنیا رو گشته بود. سرد و گرم زندگی رو چشیده بود و تجربه سالها سفر به شهرهای دور و دریاهای پرخروش رو داشت. یکی از روزهای خدا سفر جدیدی رو آغاز کرد. از خونه بیرون زد و شروع به حرکت کرد. بعد از مدتی طولانی از شدت گرما خسته شد و تصمیم گرفت زیر سایه درختی که همون نزدیکی بود استراحت کنه و نفسی تازه کنه. توی بخچه‌اش چند تا نون و چند تا دونه خرما داشت. شروع کرد به خوردن خرماها و هسته‌هاشون رو پرت کرد روی زمین. همون لحظه یه عفریت با شمشیر از ناکجا آباد اومد و جلوی مرد ظاهر شد. با عصبانیت قرید و گفت اون هسته خرمایی که انداختی به سینه بچه من برخورد کرد و اون جا در جا مرد. حالا اومدم تا انتقام بچم رو از تو بگیرم. بازرگان از ترس خشک شد. با ترس و لرز گفت ای عفریت، من مال و اموال زیادی دارم. چند تا هم پسر دارم. بهم مهلت بده برگردم خونه، مال و اموالم رو بینشون تقسیم کنم، وصیتم رو بنویسم. 1 سال دیگه خودم برمیگردم همینجا. عفریت کمی فکر کرد و قبول کرد. بازرگان برگشت خونه. ماجرا رو به خانوادش گفت و 1 سال رو با غم و نگرانی گذروند. بعد از 1 سال مطابق قولی که داده بود برگشت به همون بیابون و زیر همون درخت نشست. در حالی که داشت از ناراحتی گریه می‌کرد، پیرمردی که یه غزال رو با زنجیر بسته بود و با خودش می‌کشید رسید بهش. سلام کرد و ازش پرسید تو کی هستی و اینجا وسط قلمرو عفریتا چی کار داری؟ بازرگان بخت برگشته ماجرا رو تعریف کرد. پیرمرد سری تکون داد و گفت از این خطر به سلامت بیرون نمیای. بعد اومد کنار بازرگان نشست و گفت پیشت میمونم تا ببینم آخرش چی میشه. نشستن کنار هم. هنوز اشکهای بازرگان خشک نشده بود که یه پیرمرد دیگه با 2 تا سگ سیاه رسید. سلام کرد و پرسید اینجا چه خبره؟ چرا اینجا نشستی؟ اونا هم ماجرای بازرگان رو تعریف کردن. پیرمرد دومم کنارشون نشست. به محض نشستن اون یه پیرمرد در حالی که سوار بر اسبش بود پیداش شد. اونم همین سوال رو پرسید و داستان رو شنید. همین موقع ناگهان گرد و خاکی بلند شد. از بین گرد همون عفریت با شمشیر کشیده ظاهر شد. اومد و مچ دست بازرگان رو گرفت که بکشتش. بازرگان و هر 3 پیرمرد شروع به گریه کردن. پیرمرد اول همون که غزال همراهش بود بلند شد. رفت جلو، دست عفریت رو بوسید و گفت ای امیر عفریتان، من با این غزال یه حکایت عجیب دارم. اگه حکایتم برات جالب بود 1/3 خون این بازرگان رو ببخش. عفریت گفت تعریف کن ببینم حکایتت چیه. پیرمرد شروع به تعریف کرد. ای امیر عفریتان، این غزالی که میبینی در اصل دختر عموی منه. ما 30 سال با هم زندگی کردیم اما هیچ وقت بچه دار نشدیم. مجبور شدم یه کنیز بگیرم. اون کنیز برام یه پسر آورد. وقتی پسرم 11 سالش شد من مجبور شدم برای تجارت به یه شهر دیگه سفر کنم. اما نمیدونستم دخترعمم که از بچگی جادوگری بلد بود از روی حسادت چه نقشه‌ای کشیده. وقتی من نبودم اون کنیز و پسرم رو با جادو تبدیل به گاو و گوساله کرده بود و داده بود دست یه چوپون. من که از سفر برگشتم از دخترعمم سراغ کنیز و پسرم رو گرفتم. اون خیلی خونسرد گفت کنیز مرد، پسرتم فرار کرد. از این حرف داغون شدم. 1 سال تمام عزادار بودم تا اینکه عید قربون رسید. به چوپون خبر دادم و گفتم یه گاو چاق بیاره قربانی کنم. چوپون گاوی آورد که در واقع همون کنیز من بود.
آستین بالا زدم و کارت برداشتم که قربانیش کنم. همین که رفتم سمت گاو دیدم داره با ناله و اشک به من نگاه میکنه. دلم سوخت. نتونستم بکشمش. از چوپون خواستم خودشونو بکشه. چوپون گاو و کشت و پوست کرد. اما زیر پوستش چیزی جز استخون پیدا نکرد. از کاری که شده بود پشیمون شدم. اما دیگه دیر بود. بعد به چوپون گفتم گوساله‌ای که داره، یعنی همون پسر خودم رو بیاره تا قربونیش کنم. گوساله تا منو دید تنابشو پاره کرد و خودشو انداخت تو بغل من. روی زمین قلط میزد و با گریه نعره میزد. دیدنش دل آدم رو آتیش میزد. به چوپون گفتم ولش کن. اینو نمیکشم. برام یه گاو دیگه بیار. وقتی به اینجای داستان رسید سحر شده بود. بنابراین شهرزاد دست از تعریف کردن ادامه داستان برداشت. دنیازاد گفت خواهر چقدر قشنگ این داستان رو تعریف کردی. شهرزاد لبخند زد و گفت اگه پادشاه امشب منو نکشه فردا شب داستانی از این هم بهتر برات میگم. شهرباز با خودش گفت فعلا نمیکشمش تا باقی داستان رو بشنوم. صبح که شد پادشاه رفت به دیوان و تا عصر مشغول کارهای مملکت شد. وزیر با ترس و نگرانی تمام روز رو منتظر شنیدن خبر قتل دخترش بود. اما در کمال تعجب خبری نشد. پادشاه از دیوان به حرمسرا برگشت و با دختر وزیر یعنی همون شهرزاد شروع به صحبت کرد. اگر تا اینجای داستان همراه هم بودین یعنی از این داستان خوشتون اومده. برای شنیدن قسمت‌های بعدی شهرزاد ما رو دنبال کنید. و مثل همیشه نظراتون چراغ راه قصه‌گویی منه. برام بنویسین که این داستان چه حسی بهتون داد. تا شب دوم از 1001 شب بدرود.